اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ بربست و سخن صدق یعنی قرآن مجید را چون به او رسید تکذیب کرد؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آنکه سخن راست را آورد و آنکه او را تصدیق نمود هم ایشانند پرهیزگار. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهیاست، این است پاداشی نیکوکاران. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خداوند از ایشان بدترین اعمالشان را بزداید و ایشان را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند با بنده خود بسنده نیست که تو را به کسان غیر او میترسانند؟ و کسی را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ندارد. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. و کسی را که خداوند رهیاب سازد هیچ گمراه کننده ندارد. آیا خداوند صاحب قدرت منی و انتقام گیرنده نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اگر از ایشان بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفرید حتما میگویند خدا. بگو آیا دیدید اگر خدا بخواهد به من زیانی برساند آنهایی که جز خدا و ایشان نیایش میکنید این یا آن را از من برطرف کرده میتوانند؟ یا اگر به من اراده مرحمت بفرماید آیا ایشان رحمت او را باز داشته میتوانند؟ بگو خداوند برای من بسنده است و توکل کنندگان بر او توکل میکنند. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من هرچی از دست شما میآید بکنید، من نیز به وظیفه خود عمل میکنم، به زودی در خواهید یافت. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. کیست که برایش عذاب رسوا کننده می آید و او را عذاب دوامدار فرا می گیرد؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بیگمان ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم.
پس هر کسی که رهیاب شد به نفع خود اوست و هر کسی که گمراه شد به زیان خود او می شود و تو ذمه‌دار ایشان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند ارواح را در هنگام مرگ میگیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیست. پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کالبد او نگه می دارد و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده به کالبد او باز می فرستد تا زمان معینی. بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه هایی است. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفته‌اند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بگو شفاعت به تمام کمال از آن خداست. اکنون هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیست و سوی او بازگردانیده میشد. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. و چون خدا تنها ذکر کرده شود دلهای آنانی که با آخرت ایمان نمیارند میرمد و هراسان میشود، ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند در این حال است که این نامسلمانان شادمان میشوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خداوندا ای آفریننده آسمان ها و زمین و داننده پنهان و آشکارا، تویی که میان بندگان خود در آنچه اختلاف می‌ورزیدند حکم میکنی. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان به دسترس ستمگاران قرار داده شود آن را برای رفع قسمتی از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند، ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می آید که هرگز گمان نمی کردند. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بیگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین گفتند، ولی اعمالی که انجام میدادند عذاب را از ایشان دفع نکرد.
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. و به جزای اعمال ناشایسته خود رسیدند. ستمگاران این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خویش را می‌بینند و ایشان هرگز عاجز ساختن نمی‌توانند، یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی‌توانند. اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ می کند یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه هایی است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. بیگمان خداوند همه گناهان را می آمرزد، بیگمان هم اوست آمرزگار و مهربان. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و به پروردگار خویش رجوع کنید و به او تسلیم شوید پیش از این که عذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری دادن نشوید. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. و این بهترین سخنی را که از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پیروی کنید پیش از این که به شما ناگهان عذاب بیاید و شما آگاه نباشید. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. پیش از آن که کسی بگوید ای وای بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان من از تمسخر کنندگان بودم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا بگوید اگر خدا مرا هدایت میکرد یقینا از پرهیزگاران می بودم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا هنگامی که عذاب را می بیند بگوید ای کاش به من بازگشت میسر می بود تا از نیکوکاران می شدم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جواب این خواهد بود آری آیات من به تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. در روز قیامت آنانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که روحایشان سیاه است. آیا برای متکبران در دوزخ جای نیست؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. و خدا پرهیزگاران را با کامیابی ایشان نجات می‌دهد و ایشان بدی نمی‌رسد و نه هم ایشان اندوهگین می‌شوند. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
خداوند آفریننده هر چیز و سرپرست همه چیز هاست. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. کلیدهای خزانه‌های آسمان‌ها و زمین از آن اوست و آنانی که آیات خدا را تکذیب کردند هم ایشانند زیانکار. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. بگو ای جاهلان، آیا به من دستور می دهید که جز خدا را پرستش کنم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بیگمان به تو و به پیشینیان تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعا عمل تو هبطه می شود و بیگمان از زیانکاران می شود. بل الله فاعبد وكن من الشاکرین. بلکه خدا را پرستش کن و در زمره شکر گزاران باش. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مشرکان قدر خدا را طوری که شایسته اوست ندانستند، در حالی که در روز قیامت همه زمین در قبضه اوست و آسمانها در ید راست بلاکیف او پیچیده می باشد. او پاک و برتر است از چیزهایی که با او شریک می آورند. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. و هنگامی که در سور دمیده می شود از صدای آن همه کسانی که در آسمان ها و در زمین اند بیهوش می شود مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس باری دیگر در سور دمیده می شود و در آن وقت است که همه مردم استاده می شوند و در انتظار به سر می برند. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. زمین به نور پروردگار آن روشن و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و پیامبران و گواهان آورده می شوند و در میانشان به حق فیصله می شود و به ایشان ستمی نمی شود. ووفیت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما یفعلون. و برای هر کس آنچه انجام داده است پوره داده می شود و خدا به آنچه ایشان می کنند داناتر است. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. کافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده می شوند. چون به آن برسند دروازه هایش باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند آیا برای شما از میان خود شما پیامبرانی نیامده بودند که برای شما آیات پروردگار شما را می خواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر می گردانیدند؟ می گویند آری، ولی حکم عذاب بر کافران متحقق گردید.
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرین. و ایشان گفته می شود به درهای دوزخ درآیید، در آن برای همیشه باقی می مانید و چی بد است اقامتگاه متکبران. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. و کسانی که از پروردگار خیش ترسیدند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا اینکه به آنجا می رسند و دروازه های آن باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند سلام بر شما، شادان باشید، به آن جاودانه درآیید. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. و میگویند ستایش خدای را که وعده خود را برای ما بجا کرد و ما را وارث زمین یعنی بهشت ساخت که در بهشت به هر جا که بخواهیم جاگزین می شویم و چی خوب است مزد نیکوکاران. و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش الهی حلقه زده اند، به تسبیح و ستایش پروردگار خیش مشغولند و در میان مردم به حق حکم می شود و گفته می شود ستایش مر خدای را که پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و داناست که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، سخت عذاب کننده، صاحب فضل و توانایی است. جز او معبودی نیست، به سوی اوست بازگشت. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادله نمی کند. پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها تو را فریب ندهد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امت آهنگ آن نمود که پیامبر خیش را گرفتار سازد. اینان در راه باطل خیش به مجادله پرداختند تا به وسیله آن حق را از پای درآورند. پس ایشان را گرفتار ساختیم. ببین که عذاب الهی چگونه بود. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. به این ترتیب حکم پروردگار تو بر کافران محقق گردید که ایشان واقعا اهل دوزخ.
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم. فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیش را ستایش می کنند، به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند بار خدایا به رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی، پس توبه‌کاران و پیروان راه خیش را بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا آنها را به بهشت‌های جاودانه درآر که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیز، حقا که تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. و ایشان را از بدیها نگه دار و هر کی را در آن روز از بدیها نگه داری واقعا بر او رحم کردی و این است کامیابی بزرگ. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. با کافران ندا می شود واقعا خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است، زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. میگویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، به گناهان خود اعتراف کردیم، پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن نداری. این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید. اکنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پند نمی گیرد مگر کسی که به خدا رو می آورد. فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. پس خدا را به اخلاص و صمیمانه نیایش کنید اگرچه کافران ناخشنود شوند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عرش، وحی را بر هر که از بندگان خود که بخواهد و فرمان خیش نازل می کند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیم دهد. یوم هم بارزون
لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. روزی که مردم به گونه چشمگیر نمودار می شوند و بر خداوند هیچ چیز پوشیده نمی باشد. خداوند می گوید امروز پادشاهی از آن کیست؟ خدا می گوید از آن خدای یکتای بسیار غالب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست، حقا که خدا در حساب گرفتن سریع است. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ایشان را از روز قیامت بترسان، آنگاه که از غصه بسیار دلها به گلوهگاه یعنی جان به لب برسد و برای ستمگاران غمخواری نیست و نه هم شفاعتگری که سخن او پذیرفته شود. یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور. خداوند خیانت چشمها و آنچه را سینه ها پنهان می کنند می داند. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. و خداوند با حق حکم می کند و کسانی که ایشان به آنها جز خدا نیایش می کنند هیچ فیصله را کرده نمی توانند، حقا که خداوند هم او شنوا و بیناست. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ ایشان هم در قدرت و هم در آثاری که در زمین از خود به جا گذاشتند برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب خداوند برایشان هیچ نگهدارنده نبود. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این به خاطر آن بود که برای ایشان پیامبرانشان با آیات روشن آمدند، اما ایشان انکار ورزیدند، پس خدا ایشان را مؤاخذه کرد. بیگمان که او نیرومند و سخت عذاب کننده است. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بیگمان موسی را با معجزه های خود و حجت آشکارا فرستادیم به سوی فرعون، هامان و قارون، ولی ایشان گفتند که وی جادوگری دروغگوست. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هنگامی که او از نزد ما با دین حق به سوی ایشان رفت، گفتند پسران آنانی را که به او ایمان می آوردند بکشید و دخترانشان را زنده نگه دارید، ولی دسیسه کافران جز در گمراهیشان اثر بخش نیست. وقال فرعون
ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون گفت مرا بگذارید تا موسی را بکشم و بگذارید برای نجات خیش پروردگارش را بخواند. می ترسم مبادا دین شما را تغییر دهد یا در زمین فساد برپا کند. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی گفت من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مرد مؤمنی از اهل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداوند یکتاست حالان که او واقعا به شما معجزه های روشنی را از جانب پروردگار شما آورده است؟ اگر دروغگو می باشد گناه دروغگوییش به دوش خود اوست و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی که وعده می دهد به شما عاید خواهد شد. بیگمان خداوند هیچ ستمگاری کذابی را رهیاب نمی سازد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای قوم من امروز پادشاهی از آن شماست و بر این سرزمین مسلط هستید. اگر عذاب خدا ما را فرا گیرد پس کیست که ما را از آن نجات دهد؟ فرعون گفت من جز چیزی را که با آن باور دارم به شما ارائه نمی کنم و شما را جز به راه راست رهبری نمی کنم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. آن مرد مؤمن گفت ای قوم من بیگمان با شما از مانند روزی که بر سر احزاب آمد می ترسم، مانند سرنوشت قوم نوح، عاد، ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند و خداوند بر بندگان خود اراده هیچ ستمی ندارد. و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قوم من بر شما از روز پراگندگی می ترسم، روزی که رو می گردانید و فرار می کنید و برای شما از عذاب خداوند هیچ نگهدارنده نیست و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او هیچ رهیابی نیست. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. و بیگمان یوسف پیش از این با معجزه های به سوی شما آمد، ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید، تا آنگاه که وفات یافت. گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری نمی فرستد. بدین گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمراه می کند. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. کسانی را که در آیات خدا که به آنها آمده است بدون هیچ دلیل جدال می‌ورزند و این کار شدیداً خشم خدا و خشم مؤمنان را برمی‌انگیزد. بدین گونه خداوند بر هر دل متکبر و سرکش مهر می‌نهد. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون گفت ای هامان برای من قصر یعنی بنای مرتفع بساز تا مگر به وسایل دست یابم، وسایل بالا شدن به آسمان ها را، تا به سوی خدای موسی بالا روم و یقینا من او را دروغگو میپندارم. این چنین با فرعون عمل زشت او خوشایند جلوه داده شده و از راه حق باز داشته شد و دسیسه فرعون چیزی جز زیان نبود. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. مرد مؤمن گفت ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را به راه راست برسانم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قوم من زندگی این دنیا متاع بس ناچیز است و بیگمان آخرت همان است سرای جاودان. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. کسی که بدی کند جزا دادن نمی شود مگر مثل آن، و کسی که خوبی می کند خواه مرد باشد یا زن و مسلمان هم باشد چنین مردمی به بهشت داخل می شود، در آنجا به ایشان روزی به حساب داده می شود. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قوم من مرا چی شده است که شما را به سوی نجات فرا میخوانم و شما مرا به سوی آتش میخوانید؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. مرا به این فرا میخوانید که از خدا انکار کنم و به وی چیزی را که به آن علم ندارم شریک بیاورم، در حالی که من شما را به سوی ذات صاحب قدرت منی و بسیار آمرزنده میخوانم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى
الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. بر این باورم که چیزی که شما مرا به سوی آن میخوانید نه دعوت پسندیده در دنیا دارد و نه هم در آخرت، و یقینا که بازگشت ما به سوی خداست و مسرفان یعنی کافران هم ایشانند اهل دوزخ. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. چیزی را که بروی خیرخواهی به شما میگویم به زودی یاد خواهید کرد و کار خود را به خدا می سپارم، حقا که خداوند به بندگان خود بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. پس خداوند او را از شر حیله‌هایی که ایشان به کار میبرند نگه داشت و برعکس بر فرعونیان عذاب شدید نازل گردید. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آتش دوزخ صبح و شام بر ایشان عرضه می شود و در روز قیامت گفته می شود فرعونیان را به سخت‌ترین عذاب درآرید. و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. بیاد آورید چون در دوزخ با یکدیگر جدال میکنند، ناتوانان با متکبران میگویند ما پیرو شما بودیم، آیا اکنون میتوانید قسمت از آتش را از ما دفع کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. متکبران میگویند ما همگی در آتشیم، بیگمان خدا در میان بندگان خود به عدالت حکم کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. دوزخیان با پاسداران دوزخ میگویند از پروردگار خیش بخواهید لااقل برای یک روز عذاب ما را تخفیف بدهد. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. پاسداران دوزخ میگویند آیا برای شما پیامبران شما با نشانه‌های روشن نمی آمدند؟ و دوزخیان میگویند بله می آمدند. پاسداران میگویند پس اکنون خود شما دعا کنید و دعای کافران جز در گمراهی نیست. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بیگمان ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و نیز در روزی که گواهان به پا میخیزند کمک میکنیم، روزی که معذرت خواهی ستمگاران سود ندارد و برای ایشان لعنت است و نیز برایشان دوزخ به حیث جایگاه بد آماده شده است. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ما به موسی وسایل هدایت را ارزانی کردیم
و به بنی اسرائیل کتاب را میراث دادیم، هدایتی و پندی برای خردمندان. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس صبر کن، بیگمان وعده خدا حق است و برای گناه خیش آمرزش بخواه و صبح و شام پروردگار خیش را پیاپی ستایش کن. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. بیگمان کسانی که در آیات خدا بدون آنکه به ایشان دلیل آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هایشان جز کبر چیزی دیگری نیست. ادعای مقامی را می کنند که هرگز به آن نمی رسند. پس با خداوند پناه بجوی، بیگمان هم اوست شنوا و دانا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واقعا آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها بزرگتر است، ولی اکثر مردم نمی دانند. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. بینا و نابینا هرگز با هم برابر نیستند و نه هم آنانی که ایمان آورده و مصدر کارهای نیکو شدند با مردم بدکار برابر بوده می توانند. کم است آنچه پند میگیری. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. واقعا قیامت آمده نیست، در آن شکی نیست، مگر بیشتر مردم این را باور ندارند. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگار شما گفت مرا نیایش کنید تا خواست شما را اجابت کنم. کسانی که از پرستش من تکبر ورزند حتما به خواری وارد دوزخ می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خداوند ذاتی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنایی بخش آفرید. بیگمان خداوند به مردم فضل بیکران مبذول می دارد، مگر بیشتر مردم سپاس نمی گذارند. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. این است خدای پروردگار شما، آفریننده هر چیز، جز او خدایی نیست. پس چگونه از حق برگردانیده یعنی منحرف می شوید؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. همچنین کسانی که از آیات خدا انکار می کردند از حق برگردانیده یعنی منحرف می شدند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خداوند ذاتی است که برای شما زمین را قرارگاهی ساخته است و آسمان را سقفی
و شما را تصویر کرد و صورتهای شما را نیکو گردانید و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد. این است خداوند پروردگار شما و با برکت است خدای پروردگار عالمیان. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین. اوست زنده حقیقی و دائمی، جز او معبودی نیست، پس او را به اخلاص نیایش و فرمانبری کنید و ستایش از آن خدای پروردگار عالمیان است. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. بگو چون به من نشانه های بس روشنی از جانب پروردگارم آمد، از پرستش کسانی که شما جز خدا و ایشان نیایش می کنید جدا ممنوع شدم و مأمور شدم که تنها به پروردگار جهانیان تسلیم باشم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اوست که شما را از خاک، سپس از نطفه و بعد از آن از علقه یعنی خون بسته آفرید. بعد از آن شما را به صورت طفل بیرون می آورد، سپس زمینه آن را فراهم می سازد که به کمال قوت خود برسید و با زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می گرداند تا کهنسال شوید. گروهی از شما پیش از این مرحله می میرند، ولی به طور عادی زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می سازد تا به موعد معین برسید و تا باشد که شما درک کنید. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اوست که زنده می گرداند و می میراند و هنگامی که چیزی را اراده کند به آن می گوید شو، پس می شود. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا به سوی کسانی که در مورد آیات خدا مجادله می کنند ندیدی که چگونه از حق باز داشته می شود؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. کسانی که این کتاب و سایر کتب را که پیامبران خیش را با آن فرستادیم تکذیب کردند، به زودی به زشتی این عمل خیش پی میبرند. هنگامی که طوقها به گردنشان انداخته می شود و زنجیرها نیز و به سوی دوزخ کشانده می شود، نخست در آب جوشان و سپس در آتش به سختی سوختانده می شود. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. سپس به ایشان گفته می شود کجایند چیزهای یعنی معبودانی که ایشان را شریک خدا قرار می دادی و به جز خدا آنها را پرستش می کردی؟ می گویند از پیش ما گم شدند، یعنی ما را در خلا گذاشتند، بلکه اکنون دانستیم چیزی را قبلا پرستش نمی کردیم که قابل پرستش باشد.
این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرین. اکنون به دروازه های دوزخ درآیید و در آنجا همیشه به سر برید، پس چی بد است مسکن متکبران. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خداوند حق است. اگر عملی شدن بعضی از وعده های را که به ایشان دادیم به تو نشان بدهیم یا تو را بمیرانیم پیش از آن که همه این وعده ها در عمل پیاده شود، به هر حال همه ایشان به سوی ما باز می گردند و همه وعده ها بر ایشان عملی می شود. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. بیگمان پیش از تو نیز پیامبرانی را فرستادیم، سرگذشت بعضی از ایشان را به تو بیان کردیم و سرگذشت بعضیشان را به تو بیان نکردیم. برای هیچ پیامبری نیست که آیه را جز به اجازه خداوند بیاورد، پس چون امر خداوند صادر شود موضوع به حق فیصله می گردد و در آنجاست که اهل باطل خسارمند می شود. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. خداوند است آن که برای شما چارپایان را آفرید تا بعضی را مرکوب خویش قرار دهید و از بعضی تغذیه کنید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و افزون بر آن در آنها برای شما منافع دیگری است و نیز تا به وسیله آنها به برآورده شدن نیاز دلهای خود برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار میشید. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. خداوند به شما نشانه های خود را می نمایاند، پس از کدام یک از آیات خداوند انکار می ورزید؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا بر روی زمین سیاحت نکردند تا بنگرند که سرنوشت پیشینیانشان چگونه بوده است؟ پیشینیان از آنها بیشتر بودند و در زمین از روی نیرو و آثاری که به میان آورده بودند فیزونتر بودند، ولی هیچ از این کارهایشان عذاب را از ایشان دفع نکرد. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. چون پیامبرانشان نشانه‌های روشنی را به ایشان آوردند، به دانش و مهارتی که خود داشتند دلشاد بودند و غیر آن را بی‌ارزش می‌پنداشتند، ولی آنچه را مسخره می‌کردند ایشان را فرو گرفت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پس چون زور عذاب ما را دیدند گفتند
به خداوند یگانه ایمان آوردیم و از آنچه به وسیله آن شرک می‌ورزیدیم انکار کردیم. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اما وقتی که زور عذاب ما را دیدند ایمانشان بر ایشان سودی نداشت. این است روش الهی که در مورد بندگان پیشین او به کار برده شد و در این حال است که کافران زیانمند شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. آمین. تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم. این وحی است از جانب خداوند بی اندازه مهربان و نهایت باره. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. کتابی است که در آیات آن هر مطلب جدا بیان شده است. قرآن است عربی برای قومی که می‌دانند، بشارت دهنده و بیم دهنده، هرچند بیشترشان گوگردان شدند پس ایشان نمیشنوند. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. گفتند از چیزی که ما را به آن فرا می‌خوانی دلهای ما در پوش‌های است و در گوش‌های ما گرانی است، یعنی گوش‌های ما کر است و در میان ما و تو حجابی است. پس هرچی از دست تو میآید بکن، ما نیز هر آنچه از دست ما بیاید کردنی هستیم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. بگو واقعا من نیز بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود به تأکید که خدای شما خدای واحد است. پس توجه خود را به گونه مستقیم به او معطوف دارید، از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان آنانی که زکات نمی دهند و هم ایشانند که از آخرت منکر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان پاداشی است بی پایان. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. بگو آیا این شما هستید که از یکتایی ذات انکار می‌ورزید که زمین را در 2 روز آفرید و برای او همتایان قائل می‌شوید؟ این است ذاتی که پروردگار جهانیان است. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. و در زمین کوههای استوار و پا بر جای را بر بالای آن قرار داد و در آن برکت نهاد و مواد غذایی لازمه آن را در 4 روز مقرر گردانید
درست به اندازه احتیاج نیازمندان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت در حالی که دودی بود. به آسمان و زمین گفت به خوشی خود یا به زور بیایید. گفتند به خوشی آمدید. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پس آنها را در 2 روز 7 آسمان ساخت و در هر آسمان امور آنها را وحی کرد و آسمان دنیا را با چراغ‌ها زینت دادیم و آن را توسط نگهبانان حفاظت کردیم. چنین است تقدیر خدای صاحب قدرت منی و دانا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اما اگر رو گردانند به ایشان بگو من شما را از عذاب سختی چون صاعقه‌ای که عاد و ثمود را فرا گرفته ترسانیدم. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هنگامی که پیامبران از پیش و عقبشان آمدند، یعنی از هر سو و با استفاده از همه وسایل، و ایشان را به این فرا خواندند که جز خدا را پرستش نکنید. گفتند اگر پروردگار ما میخواست یقینا فرشتگانی را برای دعوت نازل میکرد، لذا ما دعوتی را که شما برای آن فرستاده شده اید نمیپذیریم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. اما قوم عاد در زمین به ناحق تکبر ورزیدند و گفتند کیست که از ما نیرومندتر باشد؟ آیا ندانستند خداوندی که ایشان را آفریده از ایشان نیرومندتر است، در حالی که ایشان پیوسته از آیات ما انکار می ورزیدند. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پس بر ایشان باد تندی را در روزهای شومی فرستادیم تا به ایشان در این دنیا عذاب رسوا کننده را بچشانید و یقینا عذاب آخرت از آن هم رسوا کننده تر است و با ایشان از هیچ طرف یاری نمی شود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. و اما ثمود ایشان را رهنمایی کردیم ولی نابینایی را بر رهیابی ترجیح دادند، پس به سبب اعمالی که مرتکب می شدند عذاب آواز مهیب هلاک کننده و اهانتبار ایشان را فرو گرفت. ونجینا الذین آمنوا وكانوا يتقون. و آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند نجات دادیم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. و روز
روزی را به یاد آرید که دشمنان خدا به سوی آتش جمع کرده شده و سپس ایشان به دسته ها تقسیم می شوند. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. چون به آنجا آمدند گوشها، چشمها و پوستهایشان بر ایشان به اعمالی که مرتکب شده اند گواهی می دهد. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. به پوستهای خود میگویند چرا شما بر ما گواهی میدهید؟ میگویند خداوند ما را گویا ساخته که همه چیزها را گویا ساخته است و اوست که شما را برای نخستین بار آفرید و به سوی او بازگردانیده میشوید. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. شما اعمال زشت خیش را از ترس اینکه مبادا گوش شما، چشمان شما و پوستهای شما به شما گواهی بدهند پنهان نمی کردید، چون به این گواهی باور نداشتید، بلکه شما گمان داشتید که خدا بسیاری از اعمالی را که مرتکب می شدید نمی داند. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. این گمان شما که به پروردگار خود داشتید شما را هلاک ساخت و سرانجام از زیانکاران شدید. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. پس اگر صبر کنند آتش جایگاه آنهاست و اگر عفو بخواهند از عفو شوندگان نیستند. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. و برای ایشان هم نشینانی را گماشتیم که برای ایشان اعمال زشتشان را در گذشته و آینده زیبا جلوه دادند و فرمان الهی به سلسله پیشینیان جن و انس در مورد ایشان نیز عملی گردید، حقا که ایشان زیانکار بودند. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتند به این قرآن گوش ندهید، بلکه در اثنای تلاوت آن سخنان بیهوده به زبان آرید، یعنی هیاهوی به راه اندازید تا باشد که به جلوگیری از شنیده شدن آن پیروز شوید. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. پس به کافران حتما مزه عذاب شدید را می چشانید، بیگمان ایشان را به بدترین اعمالشان جزا می‌دهید. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. این است جزای دشمنان خداوند، دوزخ، در آن برای ایشان سرای همیشگی است، به جزای اینکه ایشان از پذیرش آیات ما انکار می‌کردند.
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. کافران میگویند پروردگار از جن و انس آنانی را که ما را گمراه کردند برای ما بنما تا ایشان را زیر پای خود کنیم و از پسترین مردم شوند. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و باز استقامت کردند فرشتگان برایشان نازل می شوند و می گویند نترسید و غمگین مباشید و به بهشت مژده یابید که به شما وعده شده بود. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما در زندگی دنیا و در آخرت یار و مددگار شماییم. برای شما در آن هر چی خواسته باشید مهیا است و در آن برای شما هر چی بخواهید آماده است. نزلا من غفور رحیم. مهمانی از خدای بخشاینده مهربان. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. و کیست بهتر از روی سخن گفتن از کسی که مردم را به سوی خدا فرا می‌خواند و عمل صالح انجام می‌دهد و می‌گوید من واقعاً از جمله مسلمانانم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نیکی برابر نیست و بدی نیز برابر نیست، یعنی هر کدام از آنها درجات متفاوتی دارند. بدی را به بهترین نیکی دفع کن، پس آن که در میان تو و او دشمنی است همانند دوست غمخوار تو میگردد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. به این مقام نمیرسند جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و نمیرسند جز کسانی که از خلق نیکو بهره وافر دارند. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. و اگر از شیطان به تو وسوسه پیدا شود پس به خدا پناه آر، بیگمان او شنوا و داناست. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. از نشانه های او شب و روز آفتاب و ماه است. نه به آفتاب سجده کنید و نه هم به ماه، بلکه به خدای سجده کنید که آنها را آفریده است اگر خاص او را می‌پرستید. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولی اگر تکبر ورزند همین کافی است که آنانی که نزد پروردگار تو اند در شب و روز او را تسبیح میگویند و ایشان خسته نمیشوند. ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدیر. و از نشانه های او این است زمین را خشک و فرود افتاده می بینی، چون بر آن آب را فرود آوریم به اهتزاز می آید و نمو می کند، یعنی می پندد. بیگمان ذاتی که آن را زنده یعنی شاداب و سرسبز می سازد واقعا زنده گرداننده مردگان نیز می باشد و بیگمان او به هر چیز تواناست. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. آنانی که در برابر آیات ما کجرفتاری می کنند، یعنی از پذیرش اسلام سرباز می زنند، بر ما پوشیدن نمی مانند. آیا کسی که در دوزخ انداخته می شود بهتر است یا کسی که در روز قیامت با امن و آرامش به سوی ما می آید؟ هرچی می خواهید بکنید، بیگمان او به هرچی می کنید بیناست. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. آنانی که به این ذکر یعنی قرآن وقتی که به ایشان آمد کافر شدند، یعنی از ایمان آوردن به آن سر باز زدند، به جزای بس شدید گرفتار می شوند و بیگمان این کتاب است نهایت پیروزمند. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید. هیچ باطلی به آن از هیچ پهلوی راه ندارد، نه در آینده از پیش روی آن و نه هم در گذشته از عقب آن. وحی است از جانب ذات صاحب حکمت و ستوده. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. به تو از جانب دشمنان گفته نمی شود مگر همان چیزی که به پیامبران پیش از تو گفته شده بود. بیگمان پروردگار تو برای آنهایی که از این روش نادرست باز می گردند صاحب آمرزش بزرگ و بر آنهایی که به این روش خود ادامه دهند صاحب مجازات دردناک است. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعید. اگر آن را قرآن عجمی یعنی به زبان جز زبان عربی می ساختیم حتما می گفتند چرا آیات آن روشن ساخته نشده است؟ آیا کتاب عجمی برای مردم عربی؟ بگو این برای مؤمنان هدایت است و شفای، ولی نامسلمانان به گوششان پنبه کریست و این نور تابان برای ایشان مایه نابینایی است. گوی ایشان از جای دور فرا خوانده می شود. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. بیگمان به موسی کتاب را دادیم، پس در مورد آن اختلاف به عمل آمد و اگر حکمی از جانب پروردگار تو مبنی بر این که محاسبه در آخرت است صورت نمی گرفت، همین اکنون بینشان فیصله به عمل می آمد و واقعا ایشان در آن یعنی در مورد قرآن در شک تهمت اندودند.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. کسی که کاری نیک انجام دهد برای خود اوست و کسی که بدی کند پس بر خود اوست و پروردگار تو بر بندگان هرگز ستمگر نیست.